بر اساس قرار ستاد جمهوری مقابله با کووید 19 از روز 15 مارس امسال گذرگاه‌های مرزی با ازبکستان بر رجای عادی گذرانده شد. در خبرنامه ستاد آمده است که اکنون قاعده‌های ورود از ازبکستان به تاجیکستان سبکتر شدند. از جمله اکنون شهروندان تاجیکستان و هم خارجیان می توانند با داشتن گواهنامه درباره پررحم شدن ضد کرونا ویروس بدون سپردن تشخیص نو وارد تاجیکستان شوند. پیشتر شهروندان وظیفه‌دار بودند که هنگام ورود به تاجیکستان طریق گذرگاه‌های مرزی از نو تشخیص گرفتار نبودن به کووید 19 را بسپارند. سبکی دیگر این است که شهروندان می توانند با داشتن معلوماتنامه تشخیص منفی کووید 19 وارد تاجیکستان شوند. این معلوماتنامه باید 72 ساعت قبل از ورود به تاجیکستان گرفته شده باشد. با داشتن این معلوماتنامه اکنون در گذرگاه‌های مرزی تاجیکستان با ازبکستان تشخیص علاوگی کووید 19 طلب نمی کنند. مقامات تاجیکستان ماه اپریل سال 2020 گذرگاه‌های مرزی خود از جمله با ازبکستان را به خاطر پیشگیری از پهن‌شوی بیماری کووید 19 بسته بودند. بر اساس ترتیبی که تا این دم جاری بود، شهروندان تاجیکستان برای سفر به ازبکستان طریق گذرگاه‌های مرزی باید از ستاد جمهوری مقابله با کووید 19 اجازه می گرفتند. ترتیبی که به نوشته رسانه‌ها عامل به وجود آمدن فسادکاری در گذرگاه‌های مرزی با ازبکستان شده بود. از جمله سامانه خبر از ماه فوریه امسال با نشر یک تحقیقات ژورنالیستی نوشت نامعینه، یعنی رسما گشاده یا بسته بودن و نبودن سرحد برای ظهور فساد در گذرگاه‌های مرزی زمینه فراهم کرده است. دست کم 5 شهروند ازبکستان به خبر گفتند بهانه اصلی برای حق ستانی از آنها گشاده نبودن مرز بوده است. میان تاجیکستان و ازبکستان 16 گذرگاه مرزی عمل می‌کند. مولا رجب یوسفی، نگار فضل‌الدین، آزادی، دوشنبه.